به نام خدا، سلام و شب بخیر. به بخش خبری اتباع خوش آمدید. دیدار وزیر خارجه حکومت طالبان با سرپرست سفارت ایران در کابل. وزیر خارجه حکومت سرپرست طالبان به آقای بیگدلی اطمینان داد که در پیشبرد امور به او کمک خواهد کرد. سرپرست جدید سفارت ایران در افغانستان هم ابراز امیدواری کرد در طول مأموریت خود بتواند روابط دو کشور را در بخش‌های مختلف بهبود بخشد. همچنین دو طرف بر گسترش هرچه بیشتر روابط بین دو کشور تاکید کردند. کتاب نیم قرن میزبانی، سیاست‌های مهاجرتی ایران در برابر اتباع افغانستانی از سال 57 تا 1403 نوشته غلام عباس حسینی منتشر شد. این کتاب به بررسی چرایی و چگونگی اتخاذ سیاست‌های گوناگون مهاجرتی در برابر اتباع افغانستانی از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون می‌پردازد. روایتی از نیم قرن میزبانی جمهوری اسلامی ایران. قریب به نیم قرن از حضور جمع وسیعی از مردم افغانستان در کشور جمهوری اسلامی ایران میگذره. نیم قرنی که سرشار بوده از همدلی ها، همراهی ها و البته در موارد تلخی ها. کتابی که در 4 فصل نوشته شده با رویکردهای سیاست جمهوری اسلامی ایران در برابر مهاجران افغانستانی و عوامل این مهاجرت از سال 1358 تا 1400 را بیان می کند. فصل اولش چارچوب نظری این کار رو داره توضیح میده که اصلا با چه دید و با چه نگاهی از حالا دیدگاه علم سیاست ما داریم این کار رو پیش میبریم. فصل دوم یعنی تاریخچه مهاجرت افغانستانی ها به ایران هستش. مهاجرت افغانستانی ها به ایران تقریبا همراه شده با شکلگیری افغانستان کنونی، یعنی از تاجگذاری احمدشاه ابدالی آرام آرام مهاجرت افغانستانی ها به ایران شروع میشه تا به همین امروز. فصل سوم ما سیاست‌های مهاجرتی 2 دهه نخست جمهوری اسلامی رو در برابر اتباع افغانستانی بررسی میکنه. فصل چهارم سیاست‌های مهاجرتی ایران کاملا متحول میشه. در این نیم قرن بسیار در این مورد اندیشیده نشده. فراز و فرودهای مناسبات مردم و جامعه ایران. جناب غلام عباس حسینی کتاب بسیار خوبی تألیف کرده که واقعا یک تحقیق جامع و کاملی از این نیم قرن میزبانی هست. غلام عباس حسینی شاعر و نویسنده افغانستانی که دانشجوی دکترا در یک از دانشگاه‌های ایران است و در جشنواره‌های ادبی نیز حایز رتبه شده است. سال 97 توی جشنواره جوان خوارزمی با مجموعه شعر از غور تا اصفهان به مرحله کشوری راه پیدا کردم. سال همون 1400 وارد دانشگاه مازندران شدم توی رشته کارشناسی ارشد از طریق کنکور با رتبه 190. سال 1401 دانشجوی نمونه کشوری شدم. سال 98 برگزیده جشنواره شعر فجر شدم توی بخش جوانش به عنوان شاعر برتر. سیاست‌های مهاجرتی جمهوری اسلامی در حوزه سلامت، یک مقاله رو با این عنوان اونجا فرستادم که حائز رتبه اول شد. نرگس جعفری، خبرگزاری صدا و سیما. 2 فیلم با موضوع افغانستان در بخش بین الملل سینما حقیقت به روی پرده می روند. یک فیلم کوتاه با موضوع مهاجرت معکوس و فیلم دیگر مستند بلند با موضوع جنایت‌های داعش در افغانستان است. 18مین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت از 18 آذر شروع و تا 25 آذر ادامه دارد. ما یک فیلم داریم اتفاقا در بخش مسابقه کوتاه ملی که البته حالا من راجع به هیچ کدوم از فیلم ها در واقع نظر معین و مشخصی با قضاوت نمیدم چون همه فیلم ها برای ما عزیزن، ولی خب یک فیلم در بخش مسابقه کوتاه داریم که به مهاجرت معکوس داره میپردازه. تا حالا چنین نگاهی رو نداشتیم. فیلمساز ایرانی که رفته و در واقع با یه خانواده افغانستانی در اونجا مواجه شده برای شکل مهاجرت و همچنین یکی دیگر از فیلم‌های بخش جایزه شهید آبینی ما راجع به یکی از جنایت‌های گروه داعش در افغانستان هست که 2 فیلم رو ما در این حوزه داریم. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرد طرح بازسازی آرشیو ملی افغانستان با هزینه 4,600,000 افغانی آغاز شده است و تا 6 ماه آینده تکمیل می شود. راه اندازی از این پروژه سبب از این خواهد شد که مستندات تاریخی که در زیرخانه‌های آرشیو ملی نگهداری میشن از زیان‌های طبیعی، موسمی و همچنان هوا
محفوظ خواهند ماند. مسئولان آرشیو ملی افغانستان ضمن استقبال از اجرای طرح بازسازی آرشیو ملی کشورشان بر اهمیت حفظ مکان‌های تاریخی و باستانی تاکید کردند. هر آبده‌ای که باشه فعلا از یا تقریبا 132 سال از این قصر میگذره، هر جایی که باشه باید ترمیم شود مثل مسابق وارش. به اثر ما بسیار مهم است که این ترمیمات آغاز شده تکمیل شود. تیم ملی کشتی پهلوانی افغانستان نایب قهرمان مسابقات جهانی مصر شد. کاروان افغانستان در مسابقات جهانی کشتی ابراهیم مصطفی در شهر قاهره با کسب 2 طلا، 1 نقره و 2 برنز جایگاه دوم را از آن خود کرد. مصر میزبان مسابقات به مقام قهرمانی رسید. اردن، بلغارستان و چین هم به ترتیب سوم تا پنجم شدند. حریفان افغانستان در رقابت‌های مقدماتی فوتبال جام ملت‌های آسیا مشخص شدند. تیم ملی فوتبال افغانستان در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2027 در گروه ای با تیم‌های پاکستان، میانمار و سوریه همگروه شد. این مسابقات از 5 فروردین سال آینده با شرکت 24 تیم در عربستان آغاز می‌شود و ملی پوشان فوتبال افغانستان هم در نخستین دیدار خود به مصاف میانمار می‌روند. صعود مشترک تیم‌های مهاجران افغانستانی به 3 قله واریش، لیز و لیچه در غرب تهران. 120 کوهنورد افغانستانی از استان‌های تهران، البرز، قم، قزوین و سمنان با شعار همراهی و همدلی در این پیمایش 6 ساعته حضور داشتند. در کنار کوهنوردان مهاجرین صعود داشتیم به قله زیبای واریش تا پیمان دوستی و مودت و همدلی را بیشتر از پیش محکم بداریم. این صعود را تقدیم می‌کنیم به تمام دختران شجاع با استعداد و مظلوم سرزمینم. صلوات. فرمانده قرارگاه جنوب شرق نیروی زمینی ارتش اعلام کرد طرح انسداد مرزهای شرقی ایران با افغانستان با استفاده از فناوری‌های پیشرفته از جمله فیبر نوری، سنسورهای مرزی و برجک‌های دیده‌بانی در حال اجراست. امیر غلامعلیان با اشاره به اتمام 35 کیلومتر از دیوارکشی مرزی گفت این طرح تاثیر بسزایی در کاهش ورود و خروج اتباع غیرمجاز در نوار مرزی دارد و امنیت پایداری در منطقه برقرار کرده است. همچنین طرح 5 ساله انسداد مرزها با تلاش گسترده گروه‌های مهندسی نیروی زمینی ارتش در حال ساخت است و هدف گذاری شده تا زودتر از موعد مقرر به پایان برسد. و نایب رئیس اتاق اصناف مرکز البرز بر ممنوعیت جذب و بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در واحدهای صنفی این استان تاکید کرد. خانم منوری گفت در 3 ماه گذشته بیش از 810 واحد صنفی استان البرز بازدید شده و تعداد 119 واحد متخلف هم شناسایی شدند. به گفته نایب رئیس اتاق اصناف البرز، چنانچه متصدیان امور صنفی اتباع خارجی فاقد پروانه کار یا افراد دارای پروانه منقضی کار را به کار گیرند، با آنان برخورد قانونی خواهد شد. استان البرز بیش از 120,000 واحد صنفی دارد.